روز شما بخیر باشد بیننده بینیت عزیز رادیو آزادی و امیدوارم که امروز که شنبه هست روزتان خوب آغاز شده باشد و چند دقیقتان رو چون هفته های پیش برای ما میبخشید تا اینکه بفهمید که در تاجیکستان و دنیا امروز چی میگذرد. شالو گلخوجه هستم در روبروی شما و مدت چند دقیقه در خدمتتان قرار دارم. خب آغاز میکنم از خبرهای آخرین در تاجیکستان. دادگاه در شهر دوشنبه یک زن و یک مرد تاجیک را با جرم زرخریدی در مجموع به 30 سال زندان محکوم کرد. سفرگل اودینایوا که تیرماه سال گذشته با اتهام پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان بازداشت و همراه کودک 5 سالش عمر به تاجیکستان استرداد شده بود پس 13 سال زندان محکوم گردید. طفل او را به تربیت بابا و بیبیش دادند. آنها در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلون زندگی میکنند. حکم سفرگل اودینایوا را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در نیمه‌های ماه آگوست اعلام کرده است. در دادگاه روز 14 سپتامبر به آزادی گفتند که حالا حکم به اجرا درآمده است. دادگاه اسماعیل سامانی اینچنین خوشنود مخصوموف را که همراه سفرگل اودینایوا بازداشت و به تاجیکستان تسلیم شده بود 17 سال زندانی کرده است. خانواده سفرگل اودینایوا گفتند که سفرگل و خوشنود زن و شوهر هستند و آنها در روسیه به نیکوی یکدیگر درآمدند. خانواده سفرگل اودینایوا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که او پس از جدا شدن از شوهر اولش 7 سال پیش برای کار به روسیه رفته بود و پسر 5 سالش از شوهر دومش بوده است. پیوندان میگویند تا ماه سپتامبر سال گذشته سفرگل از روسیه تماس میگرفت ولی ناگهان تماسهایش قطع شده است. دیرتر مقامات خبر کردند که دخترشون در افغانستان بازداشت و به تاجیکستان آورده شده است. سفرگل اودینایوا و خوشنود مخصوموف در حالی از ایران به افغانستان رفتند که ماه مارس سال 2017 5 عضو یک خانواده در زاهدان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بودند. به گفته مقامات عبدالفیض وزیرف 33 ساله و همسرش مایره سلیم و 32 ساله با 3 کودک نابالغشان قصد داشتند به افغانستان بروند و به گروه تندروی دولت اسلامی بپیوندند. مسئولان بنیادی آقاخان گفتند که بنیادی لولای آبگذر در جماعت واروخ اسفره موقتی به تأخیر گذاشته شده است. چنین تصمیم روز 13 سپتامبر بعد آن گرفته شد که موضوع ساختمان لولای آب در محله تاجیکان واروخ باعث بحث با ساکنان بادکند قرقیزستان گردید. یک مسئول بنیاد در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که این سازمان از سرمایه‌گذاری طرح لولای آب نوشاکی در دهه تاجیکستانی شهر اسفره پورا دست نکشیده است و اما تا حال شدن بحث با جانب قرقیزستان بنیاد لولا موقوف گذاشته می شود. 3 روز پیش میان ساکنان بادکند قرقیزستان و محله تاجیکان جماعت واروخ اسفره بر اثر ساختمان لولای آب بحث سر زد. این لوله که قرار است با بیش از 500,000 سومانی سرمایه بنیاد آقاخان ساخته شود ساکنان محله تاجیکان را با آب تامین خواهد کرد ولی اهالی محله قرقیزنشین به این کار اعتراض نمودند. تاجیکستان و قرقیزستان از 976 کیلومتر مرز 504 کیلومتر را تعیین و علامت گذاری کردند. در منطقه علامت گذاری نشده مرز بخصوص در مناطق مرزی ولایت‌های سوخت و بادکند بارها ساکنان برای آب و چراگاه دست به گریبان شدند و چند نفر هم در مناقشه ها کشته شدند. 4 کارخانه کارکرد طلا در جماعت شکناف ناحیه خوالینگ پس از نگرفتن مجوز فعالیتشان را پورا قطع کردند. در این کارخانه ها تا سال پیش 10 نفر کار کرده صاحب معاش می شدند. در جماعت شکناف ناحیه خوالینگ تا 1.5 سال پیش 8 کارخانه کارکرد طلا کار میکرد اما امروز از این 6 کارخانه 2 کارخانه فعالیتش را ادامه داده است که یکی از کارخانه دولتی طلای تاجیک و دیگر کارخانه خصوصی اودینه می باشد. رئیس ناحیه خوالینگ نیز ماه آگوست در نشست خبری گفته بود که بعد اجازه دریافت نکردن کارخانه های طلا 600 نفر بیکار مانده بودند و از این رو آنها نفران اختصاصمند و دیپلم داشته را به جای کار تامین کرده حدود 350 نفر دیگر همچون بیکار به قید گرفتند. نورالله میرزازاده گفت که دادن اجازت نامه در وکالت رئیس ناحیه و رئیس ولایت نیست بلکه در حکومت کشور کمیسیه ویژه با رهبری معاون اول سروزیر دولتعلی سعید تأسیس شده است و ما از آنها اجازت نامه را میدهند. وقتی که رسیدند و اجازت نامه نگیرید باید برهم بشه و درست این جوگش کرده و پنهانیش نیست. در آدمایی که در همون کارخانه کار میکردن تکنیکای کارانی که کار میکردن امروز بیکار مونده و اخیراً حساباتی که ما گفتم 346 نفرش بیکار مونده قریب 80 تا زیاده از 700 آدم بودن.
در جامعه شوگنوف یکی از کانهای بزرگی طلا جایگیر است و کارکرد طلای شوگنوف در آخر عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه به راه مانده شده است. طلای شوگنوف از بهترین نوع طلا در تاجیکستان دانسته می شود. در زمان شوروی طلای این موضع کارکرد می شد و مستقیما به روسیه انتقال می یافت. رو میارم به خبرهای دیگر. در فرودگاه خراسان رضوی ایران دو شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. از جامدان این دو نفر در مجموع 3 کیلو و 400 گرم مواد مخدر را آشکار نمودند. به گفته ماموران پلیس دستگیر شده ها 1 کیلو و 100 گرم مواد مخدر را در شیشه آبی جو جایگیر کرده بودند. ضمناً چون سخن از ایران و آبی جو رفت، در این کشور 4 نفر با شمول یک زن بدون نوشیدن شراب فهمیدند. به گفته مقامات عدلیه این کشور حادثه در شهر کرج واقع در قسمت غربی تهران به وقوع پیوست. خبرگزاری نزدیک به حکومت ایران اسنا گفت نزدیک به 40 نفر دیگر با نشانه‌های زهرآلود شوی در بیمارستان بستری شدند. دوستان گفته از حادثه زهرآلود شوی که روز 11 سپتامبر رخ داد تحقیق می شود. باید گفت که از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 نوشیدن شراب در ایران ممنوع است و با شلاق و جریمه های هنگفت مجازات می شود. با وجود این بسیاری از ایرانی ها شراب های خارجی و یا خودساخت را که در بازارهای سیاه مهیا است استعمال می کنند. در گذشته نیز یک چند حادثه مرگ و میر در پی نوشیدن الکل در ایران گزارش شده بود و سال 2014 ایران برای کمک به معتادان الکل مرکز طبابتی را باز کرد. و مدیر مکتب دهه فردوسی ولایت ترکستان قزاقستان ژانر مامیرова که در آغاز سال نو خوانیش از ورود طلبه های حجابپوش به مکتب جلوگیری کرد میگوید که به او با مرگ تهدید میکنند. سخنگوی پلیس ترکستان گفت در اساس شکایت مامیرova با بند تهدید پرونده باز و سنجش آغاز شده است. در دهه فردوسی که اساساً توجیکانند هفته گذشته والدان 13 خواننده را جریمه کردند که نخواستند حجاب خود را بدر کنند. دیرتر مقامات خبر دادند که بیشتر خواننده ها دستور اجرا کردند. برخی والدان در اعتراض به طلب ماموریت حجت‌های فرزندان خود را از مکتب گرفتند. رهبریت مکتب با تکیه به فرمان وزیر معارف قزاقستان از ماه ینوری سال 2016 درباره لباس یگانه مکتبی خواننده ها را برای مال به درس راه نمیدهند. و باز هم برمیگردیم به تاجیکستان. 10 زنی که بازار زنان کارجویی را در شهر بختر تشکیل دادند پیشنهاد آموزش و سپس کار مزناک و رسمی آژانسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت را رد کردند. مردی کار بازار زنانه تخمینا 2 ماه است عمل میکند و همه روزه تا 100 زنی جوی کار و سین و سال مختلف را سرجم میآورد. در میان آنها گروه های مختلفی بانوان را دیدن ممکن است، از دختران سین 18 ساله تا زنان سرفرزندی 45-50 ساله. با فعال شدن این بازار خودسر برخی مقامات این حالت را خیلی ننگین و شرم‌آور خواندند. مقامات محلی گفتند که راه دادن به چنین یک پدیده برای جامعه سنتی تاجیکی غیر اخلاقی درست نیست و در فکر اصلاح وضع شدند. اخیراً خادمان رسمی آژانسی دولتی حفظ اجتماعی به این بانوان پیشنهاد کردند که به خاطر بهبود دادن وضع اجتماعی خود کسب ناب آموزند. پیشنهاد از تحصیل در دوره‌های کوتاه آموزش هنر قنادی، دوزندگی و کار با کامپیوتر عبارت بود، ولی این بانوان برای قبول پیشنهاد مقامات آماده نشدند. اکثر آنها میگویند برای تحصیل کسبی نو وقت ندارند چون که باید امروز نان فرزندان خود را تامین کنند. علاوه به این درآمدی که از این کار به دست میآورند نظر به پیشنهاد کار در ساختارهای رسمی به گفته آنها بیشتر است. اما دلیل مقامات این است که از روی هنر آموزی برای این قشر نیازمند بانوان شرایط کار و درآمد را در دراز مدت فراهم آورند تا که از روی کسب و شغل معین توانند زندگی خود را بچرخانند و کار سیاه و کم ارزش نکنند. بعد مذاکرات با بانوان همگی 5 نفر آنها کار فراشی و شغل آموزی را پذیرفتند، ولی باقی مانده پیشنهاد آموزش هنر قنادی و دوزندگی را رد کردند. خب در همین حال برخی تحلیلگران میگویند در تاجیکستان که مسئله بیکاری از مشکلات رقم 1 است و صدها هزار مردان در روسیه در جستجوی کار میگردند، وضع زنان به ویژه زنان تنها در داخل مشکل باقی میمونند و مردی کار بازار زنان انعکاس کننده وضع بد اجتماعی بسیاری مناطق کشور میباشد. باید گفت که طبق معلومات رسمی در ختلان بیش از 13000 زنان بیکاری مراجعت کرده به مقامات، به 7140 نفر زن مقام بیکاری داده شده است. خب بیننده عزیز، این چند خبری بود که من خواستم این خبر رو برای شما برسونم و باوری دارم که در این چند دقیقه ما رو همراهی کردید. برای شما روزی خوب میخواهم و اگر خبرهای از این بیشتر دسترسی ما شد، ما حتما با شما باز روز یکشنبه در نوید بامدادی و میخوریم.